الله یا الله یا زن مادر آفرنده حیات، تربیتگری نسل‌ها، هدایتگری فرزند به راه نیک و پیوندگری عائله می باشد. تربیه فرزند و نسل سالم رسالت مادری تاجیک است. زنان و دختران در جامعه صاحب استقلال در همه سمت و ساحه ها نقش و سهمی باسزا دارند. بانوان تاجیک در برابر دیگر ساحه ها خصوصا در ساحه تندرستی موقع فعال دارند. در ولایت سوخت تعداد زیادی کارمندان ساحه تندرستی، طبیبان و کارمندان میانه طب را زنان و دختران تشکیل می دهند. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی به نام یوسف اسحاقی در شهر خوجند در آماده نمودن کارمندان و متخصصان میانه طب در اختصاص‌های همشیره‌های شفقت، مامادایگی، دندان پزشکی و دیگر اختصاص‌های ساحه تندرستی صاحب اختصاص‌ها تیار می‌نماید. در مؤسسه زیاده از 4500 نفر تحصیل می‌کنند که بیش از 90% آنها را دختران تشکیل می‌دهند. در 3 فاکولته کافدرها از روی اختصاص‌ها آموزگاران از حساب زنان که در بین آنها نامزدهای علم نیز هستند فعالیت می‌برند. محض دانش و مهارت و مسئولیت شناسی زنان و آموزگاران است که صفت تحصیلات، جوابگوی طلبات و دستاوردهای کالج شایسته است. راهبریت مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی به نام یوسف اسحاقی در شهر خوجند بخشیده به روز مادر با تشکیل چاره‌بینی پرمحتوا و زیبا به آموزگاران، دانشجویان، زنان و دختران تبریکات صمیمی، احترام و ارجگذاری خویش را اهدا نمودند. محفل احترام به زن مادر در این مؤسسه با نفوذ افاده‌گری، پاکی و رسالت آفرندگی و سازنده زن در جامعه قدر و منزلت بانوان گردید. این آرزو و تمنیات در نمایش ادبی و فرهنگی دانشجویان و دسته هنری مؤسسه تجسم یافتند. زن مادر، بزرگی و سرشت پاک زن مادر را اهل علم و ادب، شاعران و نویسندگان و اهل فرهنگ و هنر ستایش می نمایند. این همه مهر و صداقت نسبت به زن مادر در برنامه پرشکوه نمایندگان و هنرمندان شناخته تاجیکستان ifade یافت. چهره های شناخته هنر و فرهنگ به محفل شکوه و شهامت بخشیده به زنان و دختران مؤسسه زیبایی دیگر به روح بخشید. چاره‌بینی ها و این محفل راهبریت مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خوجند احترام و ارجگذاری به زن مادر، صداقت و وفاداری به آفرنده حیات، پیوندگری نسل ها، سرچشمه مهر و محبت و نیرو بخش زندگی را تجسم نمود.